سه نفر میگه سه جوان بودن که آدمای وظیفه‌دار و پولدار بودن. آشنا میشدن برادران عزیز چیکار میکردن؟ همون دختر میبردن موزامبیلا زنا میکردن، در همون لای بحر میپرتافتنش، در همون بحر میپرتافتنش. اینا من در یک کتاب خوانده بودم. یک کتاب مصری من هم نگاش کردم، همینجا میگه که هر دختری را که یا آشنا میشده بودن همین سه نفر همون دختر را نوزامبیلا به ترتیب میکردن میکشته بودن، بعد همون دایره میپرتافته بودن. سردار همین بچه ها همین سه نفر، سردار همین سه نفر و همین بچه ها همین کار تشکیل میکنه. جوانی پولدار بوده، جوانی زیبا بوده، هر دختری میدیده استش خیلی زنگ مردم همین پول و مال بینه تمام دیگه چه خیلی آخه دیگه میره همون دیگه او فکر اندیشه نشه نمیکنه. با برادران عزیز چیکار میکنه؟ یک روزا همین بچه که برادر عزیز همین بچه که راهبری همین سه نفرن همه روزا یک دختر آشنا میشه و با میگه با مولای بحر بیا، خودش نمیآید. بس این رفیقاش میگه که هر چی که میخواهید همو آمد همو دختر ده حقش بکنید. مقصد تجاوز کنید، کاری بدش کنید، بکشید در دریا پرتینش. همین کار انجام بتین. اگه همو دختره که آشنا شده به همین آدمی که راهبری همین جمعیت های آشنا شده برادران عزیز همون روز همون دختر نمی آید و خواهری همین آدم می آید. خواهری همین آدم ها امر تقدیر نگاه کنه که خدا توگریش میکنه ده که کردی یا که در یک کسازه در تمیزنه من در قلبا بس همین جوابه در یک کسازه انتظار شد در تمیزنه. همون روز همون دختر این خواهری این بچه نه همون خواهر او دختر خواهر این بچه می آید. با میگیرن جورهاش میگیرن نوزامبیلا چیکارش میکنن زیناش میکنن آماده در دریا پرتافتن میشن که همون بچه حاضر میشه. میام میبینه خواهرش میگه به انصافه به وجدانا چیکار کردی؟ میگه فرمان خودت بود. میگه آنچه کردی برای خودت میکنی، در مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوزی جو. غافل نباش ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون. تو گمان نکن که تر خدا ندیده است. والله تر دیدگی تای به یک روزی رماندگی تای به یک روزی رماندگی که توبه کنی به گناه نرای به گناه نرای. یکی از همون در بصره امروزه ایران یک شیخ بود با نامی میسک نام داشت. شیخ میسکش میگفتن. همین مسافر بود، همین بوی مشک انبار میکرد. هر کسی که میگرفتش قچاقش میکرد شیخ میسکش میگفتن. بسیار شیخ میسک بودن. بعد ایره پرسیدن این محمد ابن سیرین است برادران عزیز. به نام محمد ابن سیرین همین تعبیر خواب همین آدم بیان میکنه. کتاب داره برای تعبیر خواب. همین محمد ابن سیرین همین مسافر بود، همین بوی مشک انبار میکرد. با گفتنش که شیخ تو چوی بوی مشک انبار میکنی؟ او قصه طولانی ایو گو یک قصه کنن. او آدم گو یک قصه کن. گو قصه کنن گو بله گو پدرم در بازاری بصره گو یک دکان کشد. یک بازارم در بازاری بصره گو یک دکان کشد. جوانی زیباترین من بودم گفت. جوانی زیباترین من بودم در بصره. من جوانی زیباترین همین محمد ابن سیرین بوده. و میگم یک کمپیر اومد همین مطعم خرید گفت سینم که همین رو همین بچه جان میبری به همین خونه ما. این زنک بد اخلاق بوده. کمپیر یک دختری فاحشه داشته میبرده همین مردم نوزامبیلا با همون زینا میبرده. فهمیدی؟ به این محمد ابن سیرین نمیاره. خیلی آدم اولیای خدا خیلی میارش که همین درون خونه میدورش در عقل فکر نداره. من میگه همین محمد ابن سیرین میگه آمدم همین ازی که کراوت آورده میگه سری رو آورده کم دست ما قپی نمیدختم. همین دیدم که جوانی زیبا دست ما قپی میخواست که نیتی بد کنه که من میگه گفتم که قضای حاجت دارم. من میگه خیلی سرم داد گفت خیلی حاجت خونه میجا. بعد دورم های قضای حاجت کده همون اخلاق های خود همین محمد ابن سیرین در بدنشو در روحشو در تمامی جسد شکیده برماده. نگاه کنید
همین برو اومده که این دختر دیده این دیوانه را سینی اوچش گفته ای کجا آوردی همین زده ای سرش کده با گریان ای خانه برمای محمد ابن سیرین گفته ای خدا همین پلیده با پلیدی نجات یافتم این دختر پلید بود با این پلیدی خب من نجات دادم میگه محمد ابن سیرین میگه آمدم خانه سر رو ما شستم و تازه کم خودم رفتم در بازاری بسته سودا کم شاگو خواه دیدم یک مرد نورانی آمد همون جاهای جسدم شکیده گیره همش به دستای مبارک شکی گو مانند یوسف پسر یعقوب علیه السلام گفت تو از گناه گریختی تو گفت این بوی مشک بو از همونجا در جای همین بوی بد بوی مشکانبر برای من عطا کردگی ببینید قدرت های الله را ای با خاطر خدا از گناه گریخت شیخی مسکش میگوتن در کوچه های بسته شیخی مسک یا شیخی مسک میگوتن من میگو شیخی مسکم آخی از گناه گریختم از گناه گریختم خدا من همین خیلی فضل و کرامت همین حضرت یوسف علیه السلام تعبیری خواب میداد حضرت همین محمد ابن سیرین هم یکی از تعبیر گروه چه خواب است برای چی از گناه گریخت و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوا کسی که در مقام الله ایستادن پیش رو بیاره و کچ از گناه بگریزه جای او جنتی هست این مردها مردای جنتی هست یوسف علیه السلام هم از گناه گریخت هرچند زلیخا از کفاش دوید گو من برای خودم زندان بالا میدونم و به گناه نمیرم یوسف علیه السلام 7 سال در زندان ایستاد دیگه به گناه نرفت نام یوسف خدا عزیز گردانید زلیخا از قفای نفس رفت خارش کرد کسی که پیروی الله میشه او را خدا عزیزش میگردونه کسی پیروی نفس میشه او را خارش میگردونه اما طرف قصه یوسف و زلیخا آیا نمیبینید در قصه یوسف و زلیخا حضرت یوسف علیه السلام عزیزی مصر خدا قرار داد زلیخا را خارزارش گردان اینا در فیلمش هم دیدین خارزار میده پای میده بالا همه انسانی که پیروی الله شد و عزیز شد هر جوانی که پیروی الله شد او جوانی زیبا جوانی عزیزی او جوانی است که در دنیا هم شرف دارد در آخرت هم دیسکمن شد نرکمن شد زیناکار شد والله در خانش ویرانی می آید در فرزنداش نحسی می آید در عمرش بدبختی می آید و رو در دنیا و آخرت رسوا می شود و ما او جوانی که مانند شیخ مسک در جوانش از گناه گریخت در پیریش بوی مشکان بر میکنه برای همی برادران عزیز دعا میکنیم که پروردگارا ما را پیروی بزرگوارها بگردانند والحقنا بالصالحین نصیبمون بگردانند با همین بزرگان ما را محشور بگردان پیروی پیغمبرت حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیروی اصحابت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اصحابش بگن تمام اولیاء و انبیا را پروردگار ما را به همراه اینا محشور بگردان پروردگار این مادری عزیز که مهربان ترین مهربان ها مادری من احسن الناس به صحبت پیغمبر خدا 3 بار پرسید امکه گفت بهترین انسان کیه که من هم با او هم صحبت شم پیغمبر خدا گفت امکه مادرتای بار 4 به ابوکه گفت پدرتای اول 3 درجه اسلام رو ببینید مقام زن چقدر بلند برداشته 3 بار مادر گفت و به بار 4 پدر گفت برادرها واقعا انسان کی صغیره میشه هم وقتی که مادرش ای دست بتیه پدر حال چون که نباشد ای آدم دور مادر یک آغوش مادر باور کنیم برای انسان آرامی میبخشه مادر که وقتی انسان ای دست میتیه با میفهمه جای مادر که خالی میآوه میگه یا ای الله من عزیزترین کسب از دست دادم دروازه جنت از دست دادم دروازه جنت مادرای پدرای هر کسی میخواد پیغمبر خدا گفت دروازه جنت بقپه گفت میخواد دروازه جنت ترکش کنه گفتن دروازه جنت چیه یا رسول الله گفت مادرای پدرای اینا دروازه های جنت هست ابو دردا گریه کرد گفتم بچت مرده گریه نکردی
برادرت گریه مردک نه، زنت مرد گریه نکی، پدر مادرت مرد گریه میکنی. گفت برای آنکه دروازه های جنت از دست دادم، برای همه گریه میکنم. اینا دروازه های جنت مادر، پدر دروازه های جنت های. جوانانی عزیز، پدر مادرها را، کلان ها را، بزرگ ها را، همسایه ها را احترام کنین. یک روز همه دنیا بگذارین، مردم چلیک حسرت بگردن که کاش که همه آدم، یعنی همون روز برای مردن ما و شما مردم چلیک حسرت بگردن که کاش همه آدم دنیا نمیگذشت. به ما لعنت نخوانند. پروردگار ما را کسی بگردان که بعد مردن ما مردم چلیک حسرت بگردن، کاش که ما همین آدم از دنیا نمیگذشت. پروردگارا این مادری عزیز باز قبش پر نور و جاش جنت بگردان و این خاندان سبب جمعیتی ما شدن. پروردگار عمر درازی با برکت و سعادت هر دو عالم به این خاندان نصیب گردان.